به نام خداوند بخشنده و مهربان. راجب طی الارض یا برون فکنی یا پرواز روح میخوام بهتون توضیح بدم. هر سه موردش یکی هست. طی الارض البته جسمی داریم و روحی داریم. مثلا شما میخواید طی الارض انجام بدی، روحی یا برون فکنی، پرواز روح از کالبد، از جسد خارج بشه و به اون مکانی که میخوای بره و اتفاق و رخدادهای اون صحنه رو ببینه و برگرده. و اینکه تایم زیادی نمیبره، زمانی نمیبره، کلن شاید با رفت و برگشتش در 15 دقیقه برگرده روح به کالبد. و اینکه چیزی نیستش هر شخصی بخواد این کار رو امتحان کنه، ولی قسمتی از عجایب هستش. شما تو لحظه میدی و برمیگردی.